سلام برای خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم پارت سوم سوروایور بره. میبینید که اینجا درست شده و شیشه و ایشه و از این چیزا دادم و تخت آوردم این در رو. آره یکم اینجا رو گشاد کردم، یکم اینجا رو بردم عقب‌تر. این دیوارم اینجا بردم این طرفتر که بتونم این سنگا رو بذارم اینجا و دیگه خونه جورایی شبیه خونه گاری بده، غارطور بشه، ولی چیز یکم کار داره. یکم اون بالاهاشو باید یه سنگی چیزی بزنم. این رفتم از اونجا درخت کندم، اون طرف از اینها افتاده بود اونجا، منم گذاشتم اینو روش کردن و حالا چوب شیشه رو شاید خیلیاتون بگین از کجا ما چی کردی برداشت داداش، همه اینجا شنه، همشون ببینید. مدرک جرمو برم بهتون نشون بدم، این زیر اینجا پر از شنه و اینطور که از اینجا معلومه من اینجا رو کندم و این در منم ترسناک و اینجاها یکم بود کندمش و بردم و پختمشون. همین دیگه. امروز شاید بگین میخوای چی کار کنی، حالا بایست این رو هنوز تموم نشده، این بخش اولش. بایست اینو بدیم. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، کامنت انگلیسی بذارید، هر چی میخواید بذارید، زیاد بذارید دیگه. کامنت سابسکرایب هم مهمه دیگه، همتون میدونین. و بریم ادامه ویدیو. اوکی. حالا شاید بگین چرا F1 زدی و اینجوری شده. الان بهتون میگم. وایس بچو، این لپتاپ رو من به زور تونستم از خواهرم بگیرم. عجیب ترین لپتاپیه که تا حالا من دیدم. ببینید من F1 رو میزنم، این صفحه F3 باز میشه، یعنی F3 رو قبلا زدم بعد F1 رو از روش زدم. چرا اینو زدم؟ وقتی که رو F3 میزنم FPSش میاد رو 40 و این چیزا میاد، بعد که F1 رو میزنم اینا میره، ولی اون منو این چیزا میره. اینو ببینید، حالا این بدون F3 است، لگ میخوره، میبینید لگ میخوره و نمیتونم سری بازی کنم و این چیزا دیگه. مزاحم ویدیو گرفتم میشه. بیشتر سیستما وقتی F3 رو میزنی FPSشون میاد پایین، ولی واسه من برعکس میره بالا. عجیب ترین چیزیه که تا حالا من دیدم. و حالا دیگه میبینی اینجوری خیلی روونتر و بالتر. حالا این صدای فن لپتاپم بلند شد و من امروز میخوام برم ماین، یکم اینجا رو ماین کنم، برم آهن پیدا کنم، چون برای دیزاین خونم یکم لاکچری حرف بزنیم. دیزاین خونم آهن نیاز دارم، لنترن از این چیزا نیاز دارم. تورچ زیاد خوب نمیشه، میدونین زشت میشه یکم. خواستم فانوس و لنترن و همه اونا بذارم، به خاطرشم آهن لازم دارم. پس وسایل مورد نیاز رو برداریم و بریم ماین. اول که من اینا رو بذارم اینجا.
اینجا هم سنگارم پخته بودم. اینجا تو هنوز فرنیس یکم سنگ مونده. همینا رو بردارم. اوکی، یه استک دیگه هم برمیدارم حالا. و تورچ میخوام واسه تورچم. زغال میخوام که زغالا همه زغالا رو دادم به چوب. حالا باید برم زغال بکنم. و یه تختم بسازم که یه تخت استراحتی داشته باشم وقتی از کار اومدم بیرون مثلا. یا نمیخواد اصلا، نه نمیخواد، فقط این که یکم زغال و این چیزا لازم دارم دیگه. برم زغال اینجا هست، اینا رو بکنم. اینجا هست. وایس اصلا من پیککس نساختم که واقعا عجیبه ها، شهر عجیبیه، شهر عجیبیه. من چرا اومدم بالا؟ دیوونه شدم، دیوونه. ترتیب بچینم. من منو رو نمیبینم. با گلتگ موس نمیتونم اینا رو تکون بدم، به خاطر این باید با شماره های کیبورد اینا رو عوض کنم. لایک کنید دیگه، سابسکرایب کنید. و من سعی میکنم که در روز حداقل یک ویدیو بذارم، سعی میکنم. چی شد؟ نورانی شد، شبیه شیدر. ببین، میبینی شبیه شیدر زدم انگار. عجیبه ها، ببینی انگار شبیه شیدر زدم، ولی شیدر این چیزا خبری نیست. تاریک شد. عجیبه ها، شهر عجیبه کلا. میدونی شهر عجیبیه. این رو بده برم بخوابم که صبح بشه، بعدش بیدار بشم و برم ماین. بخواب. عجب عصر دلانگیزی. البته من که خورشید رو نمیبینم ولی زیباست. قرمز نارنجی، البته خوشگل خوش آمد. این سید اینجا رم منظورم که از سید که نه، منظورم مختصات خونه رو بردارم و راهی میشوم. تورچ میخواستم بسازم. 24 تا کمه فکر کنم. الله میخوام زیاد موب اسپان نشه. حالا از کجا شروع کنم؟ به نظرم از همینجا، از اینجا شروع کنم برم پایین. عجیبه ها، چرا شیدر میزنه خودش؟ عجیب نیست بچه ها، عجیبه واقعا. هیرو براین اومده منو بترسونه با شیدر زدن. هیرو براین میگه که من اینقدر این بازی خوشگل میکنم پلیر اصلا دیگه از این بازی نتونه دست بکشه. هیرو براین میدونسی میگه اینقدر این پلیر رو اذیت میکنم که دهنشو سرویس کنه. عجیبه ها، عجیب نیست؟ اینجا چرا روشنه؟ خاموش شد. عجیبه.
میبینی اینجا رو میکنم شیدر میاد، ولی نمیکنم شیدره میره. میبینی عجیبه ها. عجایب ماینکرافت. یه ویدیو باید بسازم بگم عجایب ماینکرافت. موجانگ هیروبراین به 1.16 اضافه کرد. عجیبه، واقعا عجیبه. اگه کانتنت خوب در ماینکرافت بهم ایده داد، ایده های ناب، کانتنت آور. هیروبراین واسم شیدر زد، شیدرهای هیروبراین. صدای زامبی میاد و این بده. شاید هم خوب باشه، یه اسپانر زامبی خوبه. اسپانر زامبی، اسپانر زامبی و همینطور اسکلتون. حاجی هیروبراین بیاد بگه اسم این شیدره چیه، خوش اومد. لک نمیندازه. برم همین شیدر رو بزنم باش ادامه بدم ویدیو رو. آخ شکستم، بلی شکستم. اینو بنداز اینجا. یه دادم پیککس سمی گیوه ساز. اینم بکن، برو سراغ کار. آیرن یس، بالاخره بعد از چندین روز آیرن رو به دست آوردم. آیرنه که داره میشاشه میایه، مشاشه میایه. بابا به دیگه از این بهتر نمیشه. بابا به شیدره رو یاد میزنم. حاجی اگه یکی کامنت های شیدری بیاره که معرفی کنه که زیاد لگ نندازه مثل این شیدره که هیروبراین میندازه رون، خوشحال میشم، لایکش میکنم. بگه دیگه میدونی بگو، نمیدونی مزاحم نشو لطفا. حاجی واقعا خوبه ها. اینا رو ببندم خوشگل بشه، خوشگل اینجا رو نگه دارم. خوشگل بعدن قرار این تونل رو دیزاینش کنم. حاجی تو نمیدونی اینجا چه خبر.
میکنی؟ گل داری؟ نصف شبی زنگ زدی منو از خواب دایمن بابا دایمن بابا اصلا یه چیز دیگه از این دایمن خداینده داره گریم میگیره حاجی داره دریم میگیره داره گریم میگیره دیگه کم دایمن پیدا کردم عزیزم دایمن پیدا کردم غیر نارم بکن لازم میشه بعضی وقتا گاتی میکنم این شماره ها رو اشتباه میزنم یا ای رو میزنم یا کیو رو میزنم مسائل رو پرت میکنم آجی الان فکر چون صدا لاوا داره میاداره الان فکر چون این زیرو بکنم همون لحظه بیفتم تو لاوا همه چی به خاک بره اینجوری دیگه باید ماینکرافت دیگه وقتشه که پاک کنم میدونیم اینجوری که آدم وقتی به تهش میرسه دیگه تهش نه وایس میبینی همون چیزی که گفتم اتفاق افتاد چیکار کنم نمیخوام بای بندام بره به خاک ای توف به این شانس من ای توف به این شانس حاجی چیت بزنم نه او ولشون چرا من نمیخوام این زندگی لعنتی رو نمیخوام اوکی ببین اینو میزنم 8 رو میزنم بلاک میکنم ولی مطمئن باش که میمیرم